سلام، خدمتتون هستم. برای معرفی پمپ‌های اسید برند پویش پمپ پیشتاز همراه ما باشید. پمپ‌های اسید مجموعه ما در 3 سایزه: نیم اسب با ورود و خروج 1 اینچ شلنگ خورد، 1 اسب با ورود و خروج 1 و 1/4 شلنگ خورد و 2 اسب با ورود و خروج 2 اینچ شلنگ خورد تولید می‌شود. این پمپ‌ها با متریال پپه یا همون پلی‌پروپیلن تولید میشه. یکی از مزایای پمپ‌های اسید مجموعه ما تأمین قطعات و لوازم یدکی به صورت نامحدود و فوری میباشد. یکی از مواردی که زمان خرید پمپ‌های اسید باید به اون توجه داشته باشید انتخاب نوع مکانیکال سیل بر حسب سیالتونه. مکانیکال سیل MBR یا اصطلاحاً مکانیکال سیل ساده برای سیالاتی استفاده میشن که درجه حرارت بالایی ندارن یا میزان اسیدیتشون رو از دست دادن و به اصطلاح خنثی شدن و خورندگی بالایی ندارن. مکانیکال سیل استیل وایتون، لاستیک 100% وایتون، بدنه استیل 316، فنر استیل 316A برای سیالاتی استفاده میشن که دارای حرارتن یا میزان اسیدیته بالاتری دارن. جهت مشاوره، دریافت اطلاعات فنی و کاتالوگ محصولات با کارشناسان ما در ارتباط باشید. ممنون.